در کسوو 15 تن از مسلمانان با نفوذ در چارچوب معرکه ضد شبکه جلب افراد به هیئت نیروهای سازمان جنگی دولت اسلامی به حبس گرفته شدند. در نماز پیشین در مسجد فاتح پریشتینا پایتخت کسوو این بازداشت‌ها را شرح ندادند. در ماه آگوست پلیس کسوو 40 نفر را در رابطه با این شبکه جلب افراد به گروه‌های جنگجو بازداشت کرده بود. در منطقه کلادوو در شرق سربستان در پی آبخیزی شدید 3 نفر بنشان شده و حدود 400 نفر را به مناطق امن کوچانده‌اند. نجات بخشان با بسته‌های خوراکه و داروار بعد تازه کردن راه کلادوو به روستاهای دوردست اینجا رسیدند. راه کلادوو 2 روز باز بسته بود. 4 ماه بعد از آبخیزی‌های شدیدی که ده‌ها کشته به جا گذاشت در خرواتیا، بوسنیا و هرزگوینا و سربستان دوباره حالت آماده باش به آبخیزی‌های نو اعلان شده است. در شهر پشاوری پاکستان زائرانی که میگویند یک شرکت سیاحی با پول آنها غیب زده است دست به اعتراض زدند. جوابدیده‌ها میگویند آنها هر کدام برای سفر مکه به خاطر انجام فریضه حج $4000 دادند. آنها از حکومت خواستند که ضررشان را جبران و قلابان را بازداشت کند. در شرکت بسته است و کسی از مسئولانش قضیه را شرح نمی‌دهد. اعتراضگران در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد نشست اعتراضیشان با طلب استعفای سروزیر نواز شریف را ادامه می‌دهند. نشست اعتراضی علیه سروزیر پاکستان در روبروی پارلمان بیش از 1 ماه باز ادامه دارد. در آستانه پایتخت قزاقستان فعالان بر رئیس جمهور نورسلطان نظربایف مراجعتنامه با طلب دخالت در قضیه حقوقدان زندانی یوگنی تانکوف را ارسال کردند. تانکوف در ماه ایول با جرم با پشه‌زنک زدن یک دادرس به 3 سال زندان محکوم شد. او گفته است که این کار را به نشان اعتراض به نظام دادگاهی قزاقستان کرد. فعالان میگویند زیر مراجعت آنها 300 نفر امضا کرده‌اند. در کابل پایتخت افغانستان مسابقه والیبال بین 8 تیم زنانه دایر شد.